سلام، خسته نباشید. حالتون چطوره فالوورای عزیز خود من؟ خب از قبلی رو که گفته بودید لخت نباشین که خب لباس پوشیدیم، احترام گذاشتیم، حرف شما لباس سفید تن کردیم. بعد یه سوالی پرسیده بودی که اون غذاهایی که به گربه ها داریم میدیم چی هستش. این غذا خیلی مهمه. این غذایی که باید به این گربه ها بدید تا مثل کبوتر جلد خونه شما بشن، هر روز بیان بهتون سر بزنن. این یک فرمول خیلی مهمی داره. این فرمول رو باید شما زحمت بکشین. اول ما رو ساب بکنید، یه پیامی هم زیر این ویدیو بذارید تا من اون فرمول رو به شما بگم. این فرمولش خیلی مهمه. من حتی این رو داخل یخچال نگه میداریم، این رو 1 هفته هم نگهش میداریم. این هم از داخل یخچال میخوام این غذاشو یه روز قبل در میاریم بهشون میدیم. خیلی هم خوب میخورن، حالشون هم از همه گربه های این خارجی مارجی ها اینا رو بر کنید. همین جدیدای خودمون خیلی خوبن، تو خیابون ها زندگی میکنن. به اینا میتونید بهشون بدی با کمترین هزینه. 20 عالی میخورن، عالی، اصلا شک نداشته باشید. اینو ساب بکنید. برای فردا پس فردا طرز تهیه این غذا رو هم به شما یک کلیپ میگیرم براتون میذارم.